سلام عرض میکنم به آقای انصاری و شبکه وصال حق. بنده افشار و برادرم داوود از ایران، از ارومیه تماس میگیریم. خواستیم تشکر کنیم از برنامه‌تون. انشالله خدا بهتون توفیق بده، موفق باشید و یعنی میشه گفت شما موفق شدید. تو همه خونه ها حرف شما رو دارن میزنن، شبکه شما و شبکه‌های دیگه توییدی رو. همین میخواستم تماس بگیرم، صدام بشنوید و یه دلگرمی باشه واسه شما که شما داریم واقعا زحمت کشید در راه خدا. ما خیلی خوشحال شدیم شبکه اهل سنت داره شده بر روی ما آواره. در ایران به ما اجازه میدن همچین شبکه‌ای داشته باشیم، ولی شما به لطف خدا اومدید و رو ماهواره 4 تا شبکه اهل سنت گذاشتید و خیلی از شیعیانی که خرافات چیز کردن تو دین آورده بودن رو هدایت کردین به کلمه لا اله الا الله و توحید و راه دین اصلی رو بهشون نشون داد. خیلی ممنون. خداحافظ.